هی ملت بیای متحد شویم. میکشند، میپزند، میخورند، میبرند. نمان دیگه گناهی که بالای ما بار نکرده باشند. تروریست، اکستریمیست، همه این تاجیک در اینجا. من از تمام دوستان خواهش میکنم که متحد باشن، اتحاد کنن برای پیشرفت، پیشبرد و آینده کشور. باور کنید آینده کشور در دست جوانان. 100 بار ما را تروریست بگویید، 100 بار ما را اکستریمیست بگویید، ولی این حقیقت است که ما در روبروی شما گپ میزنیم. به خدا قسم امروز هم پیش ملت جواب میگوییم، فردا هم روز قیامت در پیش خداوند برای این ملت جواب میگوییم. خب سوال اولی که میبایست برای اون جواب بدهیم، چی روز است؟ یعنی این چی حالت است که بر سر مردم و مهاجر تاجیک آمده و کی گناهگار است که ملت و مردم بر این حال رسیدند؟ انا این سوالات باید که عزیزان جواب بگیم. در وطن خودمان متاسفانه همه من به تروریسم عیبدار شدگیم. ما در وطن خودمان چیم؟ تروریستیم. البته این مردم هم و این ارگانهای دولتی اینجا هم نظر و عقیدهش نسبت تاجیک همین است که تاجیک همش تروریست است. بنابر همین در کدام کنجی که دید تروریست رنگ تاجیک رنگ یک شکار باری، رنگ یک زاغ باری، رنگ یک پرنده باری پراندن میگیرد. چرا؟ آخه تاجیک ندارد دیگه صاحب، تاجیک ندارد. کسی که رفته پرسد برای چی را پراندی؟ تروریست؟ تو از کجا فهمیدی این تروریست؟ تو چخیل معین کردی که این تروریست؟ هر روز پرانده شدن جوانکای 19 ساله، 18 ساله، 20 ساله. آخه اونا پدر و مادر ندارن، قلبی پدر و مادر اونا نمی سوزد. من از بیگانگان هرگز ننالم که هر چی کرد با من آشنا کرد. این ملت ها و این مردم ها خوب میدونن که ما تاجیکا کی هستیم. اینا خوب میدونن که ما در کشتن یکدیگر اوستاییم، ما در ریختن خون یکدیگر و مکیدن خون یکدیگر اوستاییم. اینا خوب میدونن. بنابر همین پای افزاراشون بالای سر ما پاک میکنن. های افسوس، 100 افسوس. و خدا قسم اگر که ناموس داشته باشیم، اگر تاجیک باشیم، که من بسیار متاسفم، بسیار شبهه داریم که بسیار این کثافت ها تاجیک نیستن. خون تاجیکی در بدن اینا نیست. بنابر همین پروا ندارن، نه پروای این ملت دارن، نه پروای این 2 میلیون مهاجر دارن. مهاجرها در فکر خودتان باشید. باید ما خودمان در فکر خودمان باشیم. با امیدی هیچ کس جز از خدا نشویم. هیچ کس تا این 30 سال در فکر ما و شما نبود، بازم نمی شود. در فکر خودمان باشیم برادرها. با خدا قسم من میبینم اتحاد قرقیزا را هوس میکنم. کنسولگری قرقیز برای شهروندای خارجیش در اینجا پاسپورت خارجی را به پول تقسیم میکند. قرقیزا در روسیه، در مسکو 3 تا پلیکلینیک دارن که قرقیزا را به پول لیچنی میکنن. قرقیزا مکتب دارن، مسجد دارن. در مسکو 3 تا مرکز دارن. 10 سال از داد میزنیم هی ملت بیای متحد شویم. میکشند، میپزند، میخورند، میبرند. نمان دیگه گناهی که بالای ما بار نکرده باشند. تروریست، اکستریمیست، همه این تاجیک در اینجا. شما جوانه که 19 ساله را دیدید چخیل پراندن، به یگان پرس و سراغ میپرانن و میگن که این چی بود؟ تروریست بود. ولی ما وقتش آمده است که این مردم کمتر روحیش برداریم، کمتر در پهلوی این ملت و مردم باشیم.